این الان لایو شروع هم دست بزن. سلام علیکم آقا محمد، حالت چطوره؟ خوبی؟ نیما تو 30 سلام ببخشی من محمد دیدم. جا داره از تدارکات محترم تشکر عرض کنم جناب زهره نژاد که مثال الکترونیکی ما را انجام میدادن که با شما در ارتباط باشیم. بنزین تو مرحله اول که نفت میقلونن بنزین اصلا بنزین یه چیز تفاله که بیرزن دو مثل کشور ایران فکر کنم روزی 150 و 200 تن همینجور تفاله یه قلوندن نفتشو داره، اصلا میتونه مفت بدتش ملت. دعوا بر سر چیه؟ بر سر یه چی آشغالی، اصلا یه آشغالو باید بریزن دور. ما ماشین داریم ساخته شده که بنزین اصلا نمیخوام. صد باره گفتم همچی نکن، زلفی بوره چین چین نکن. دیگه همین کتاب حافظو کو میشه. نه اینجوری باید چجوری بگیرم که اوبر برعکس نشه. همینجور خبری نی برعکس
نوشته دیوان خواجه شمس الدین محمد ملقب به حافظ شیرازی. به خاطر که قرآن حفظ کرده بهش میگن حافظ. خواجه بوده، خواجه شمس الدین، نه خواجه شمس الدین محمد، حافظ شیرازی. بچه شیراز بوده، نونوان بوده. بعد خدمتت که عرض کنم، سلام آقا رضا. بعدها داشتم میگفتم برنامه رو از دیوان شروع میکنیم. دیوان خواجه شمس الدین محمد ملقب به حافظ شیرازی. میدونید که قرآن حفظ کرده بوده از آخر به اول، از اول به آخر، البته وسطاش هم حفظ. خب بچه اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بیشی بچه نیت کنی، همشما نیت کنی. من جای همه تونم فاتحه فرستادم. بعد خدمتت که عرض کنم میخوایم فال بزنیم. الهی به امید تو ایمان نیت میگیرم، فال میزنم برای همه هر که نیت کرده. یا رب آن نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. همراه اوست دلم باد بحر جا که رود، همت اهل کرم بدرقه جان وطنش. گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صبا، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش. قدش کنید به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه، جای دلهای عزیزش به هم برمزنش. گو دلم حق وفا با خط خالت دارد. یه بار دیگه مصرع برمیگردیم. گو دلم حق وفا با خط خالت دارد. ساختم برد محترم دار در آن طره انبار شکنش. گرچه از کوی وفا گشت به 100 مرحله دور. یه لحظه آقای کشاورز چی میگه؟ آقای کشاورز مهدی گله سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدی، لطف داری. الان دکلمه امشب برنامه دکلمه زیاد داریم. انشاءالله در برنامه‌مون میشه انشاءالله شاهنامه خوانی، یعنی همون نقالی خونی در ادامه. یکم شاد یکمی نقالی خونی، یا نقالی خونی یکمی شاد، به صورت بله میشه دکلمه. خب ادامه شعر داشتیم میرفت از اول. گو دلم حق وفا با خط خالت دارد، محترم دار در آن طره انبار شکنش. گرچه از کوی وفا گشت به 100 مرحله دور، دور باد آفت دور فلک از جان و وطنش. و عبارت و شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. آفرین بر نفس دلکش و طبع سخنش. شادش کن استاد. سلام سلامت باشی عزیزم. چشم یه دستی هم ما بفریستیم برای دوست عزیزمون. بچه ها حالا دارم میگم بندری، میگن شادش کن. نمیدونم نظرتون چیه؟ میخواین شادش کنم دوباره مثل 2 شب پیش؟ نظرتون چیه؟ ها آقا دوزده، چشم آقا دوزده، ارادت دارم آقا مهدی کشاورز گل گلاب، آقای کیانپور محمد، لطف داری عزیزم. برم شاد، نظرتون چیه؟ 10 دقیقه ربع ساعتی شاد بخونم. برو شاد تنبک بزن. چشم. خب با هم آقا دزده چطور شروع کنیم؟ آقا دزده سلام، حالت چطوره؟ سلام، میدونی دوست دارم، حالتو میپرسم، آخه این رسمه که احوالتو بپرسم. دوست دارم بهت بگم تیرتو غلاف کن، عصبانی نشو، تیرتو غلاف کن. اگه 7 تیر بکشی منو بکش
بشی حبس بچی. سلام و درود دارم استاد زار، سلام علیکم، خیلی خوش آمدی.